سلام به همه دوستان، حال شما سلامتین؟ خوبین؟ آقا ما اولین ویدیو یوتیوبمون رو میخوایم بذاریم به امید خدا. تو این ویدیو قصد دارم توضیح بدم که چه کارهایی قرار بکنم، چه کارهایی قرار نیست بکنم. قرار نیست بکنم رو شما دیگه نمیبینید، ولی کارهایی که قرار بکنم در روز رو احتمالا شیر میکنم، با هم نگاه میکنیم، نظر بدین. آقای باغونم اینجا داره زحمت میکشه. البته تو ویدیوهایی که میذارم خودم نیستم داخل ویدیو، حالا بنا به دلایل شخصی شاید تو آینده اومدم، ولی خب فعلا داخل ویدیو نمیام. میخوام از ورزش کردن، از رژیم غذایی، سوار شدن ماشین اینور اونور فلان، هم چیزایی که شاید جالب باشه واسهتون. اینم بگم که من تو شهر ترکیه ببخشید تو کشور ترکیه زندگی میکنم. این اولین سوتی من برای گرفتن ویدیو بود، اصلا هم کراپش نمی کنم. من توی کشور ترکیه زندگی میکنم. امروزم هوا بعد از یک روز بارونی نسبتاً ابری و آفتابی شده، هوا هم نسبتاً سرده. حالا تو ویدیو نمیدونم معلومه یا نه، مردم هم کاپشنینا پوشیدن، باد زیادی هم میاد. این بنده خدا هم زحمت داره میکشه، دستش هم درد نکنه. خب به امید خدا میریم که تو روزهای آینده یا ساعتهای آینده نمیدونم دیگه کاری که میکنیم رو بذاریم. دیگه کم و کاستی بود ببخشید، جلوتر برم سعی میکنم حتما آپدیت بشم و گرافیک بهتر یا ویدیوهای بهتری رو واسهتون بگیرم. پس فعلا خداحافظ.